ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که در اساس حکم دادگاه نایه روشن سلطان شایف خورشیدشاه به 18 سال زندان و فرمانبیکوف شودیجان به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. سلطان شایف و فرمانبیکوف هر دو در کوچه ایجابوف در محله برخورق در همسایگی محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان زندگی میکردند و از یاران نزدیک او به شمار میرفتند. هر دوی آنها روز 12 اپریل سال جاری دستگیر شدند. بنا به اطلاع رسمی سانحه 26 اپریل سال 2022 تحت ریاست دادرس دادگاه نایه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان بحر زاده قسمت نهایی مرافعه سودی عیبدار شونده سلطان شایف خورشیدشاه سال تولدش 1984 ساکن شهر خورخ کوچه ایجابوف 73 برگزار شده است. نسبت به سلطان شایف از جانب مقامات پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان پرونده جنایتی با ماده های 237 قسم 3 اوباشی در حیات گروهی 328 قسم 1 استفاده زوروری به مقابل نماینده حاکمیت 330 قسم 1 تحقیر نماینده حاکمیت 195 غیر قانونی صاحب شدن به سلاح و لوازمات جنگی 200 قسم 3 معاملات غیر قانونی واسطه های نشأدار 111 قسم 2 قصداً رسانیدن ضرر میانه به سلامتی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده بود. نظر خود محکوم شده و ادوکات ها و نزدیکانش دسترس نیست، ولی میلیسای بدخشان میگوید در رفت بررسی پرونده جنایت های صادر نموده عیبدار شونده سلطان شایف خورشیدشاه پوره تصدیق خود را یافتند. با نظرداشت اولت‌های ذکر گردیده در اساس حکم دادگاه نسبت به سود شونده سلطان شایف خورشیدشاه جزا در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 18 سال تعیین کرده شد. همزمان در مرافعه سودی کردارهای جنایتی سود شونده دیگر فرمانبیکوف شودیجان فخرالدینویچ سال تولدش 1991 ساکن شهر خورخ کوچه ایجابوف خانه 38 که برای صادر نمودن جنایت در ماده های 111 قسم 2 قصداً رسانیدن ضرر میانه به سلامتی و 328 قسم 1 استفاده زوروری به مقابل نماینده حاکمیت کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده در جستجوی رسمی قرار داشته سانحه 12 اپریل سال جاری همراه با سلطان شایف خورشیدشاه دستگیر گردیده بود بررسی گردید و او به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. قبلا روز 15 اپریل دادگاه نایه روشن منوچهر شرف یکی دیگر از یاران نزدیک باقر را با عین جرم حمله به نماینده دولت به 10 سال زندان محکوم کرده بود. به ضد خود باقر نیز مقامات بر اساس چند بند قانون از جمله تحقیر و لطکوب نماینده دولت پرونده گشودند.